رقص مست زهرا الهام با امید نظامی در سرک‌های استرالیا. زهرا الهام چگونه و چطور به کشور استرالیا رفته است؟ افشای رازهای عاشقی زهرا الهام از زبان خودش و برنامه کاملا جدید امید نظامی با زهرا الهام. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان موفق با استعداد کشور است. زهرا الهام علاقه فراوانی به سرودن آهنگ‌ها داشت. وی بعد از آن که در برنامه رقابتی ستاره افغان اشتراک کرد، استعدادش رشد و بهتر شد. زهرا الهام آهنگ‌های بیشماری به زبان شیرین دری، پشتو و هزارگی سروده است و آهنگ‌های پشتوی وی این روزها با هنرمند پاکستانی لیلا خان گل کرده است. زهرا الهام در اصل از ولایت زیبای غزنی می باشد. وی تا سن نوجوانی در کویته پاکستان بزرگ شده بود. زهرا بعد از ختم پروسه ستاره افغان سفرهای متعدد به کشورهای آسیایی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان داشت. جدیداً زهرا الهام با یک برادرش به کشور استرالیا رفته است. وی در کشور استرالیا هم کارهای هنری خود را ادامه داده است و جدیدترین آهنگش به نام بدوا چنان خوب می درخشد که تاکنون بازدید بیش از 1 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. زهرا الهام در جدیدترین برنامه‌اش با امید نظامی، یکی از موفق‌ترین ژورنالیستان کشور، بیان کرده است: من عاشق کسی بودم ولی برایم خیانت کرد و با فرد دیگر ازدواج کرد. وی در این برنامه با امید نظامی در سرک‌های استرالیا می‌رقصد و خوشی و شادمانی دارد. دوستان نهایت عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی خوب من است. تا درودی دیگر، بدرود.